الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما می فرمایند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دست مبارکشان را بر شانه ام گذاشتند و فرمودند در دنیا مانند مسافر و یا رهگذر زندگی کن. راوی حدیث می فرماید ابن عمر رضی الله عنه می فرمود هنگامی که شب شد منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد منتظر شب نباش و از صحتی و سلامتیت برای زمان بیماریت بهره برداری کن. همچنین در دوران زندگی برای مرگت آمادگی کن. روایت بخاری. یعنی انسان باید در دنیا به مثل مسافر و گذرنده راه زندگی نماید، چطوری که مسافر برای ضرورتهای سفر چیزهای اندک و ضروری را میگیرد و بار خود را وزنی نمی کند و به کارهای مشغول نمی شود که او را از سفر باز دارد، مسلمان در دنیا نیز باید همین گونه زندگی نماید. از دنیا با خود همان قدر بگیرد که برای او کفایه شود و بیش از آن در طلب دنیا نباشد. به کارهای مشغول نشود که او را از سفر آخرت باز دارد، چون که سفر آخرت خیلی دور و دراز و پرخطر است. در ایام صحتی و سلامتی و در حیات و زندگانی خود برای ایام بیماری و زندگی بعد از مرگ اعمال را انجام دهد که آن را در ایام بیماری و بعد از مرگ انجام دادن نمی تواند.